دادگاه شهر وحدت ایدیبک زردکشویف ساکن دهه سر چنار پایان جماعت سیمیگنج را برای ویران کردن قانون تنظیم و رسم و آیین هنگام برگزاری توی دامادی فرزندش به جوابگری ماموری کشیده است. مرکز مطبوعات داستانی کل تاجیکستان ناشر این خبر چه جزا گرفتن زردکشویف را مشخص نکرده است، ولی قسم یکم ماده 481 برای ویران کردن قانون تنظیم همچون جزا جریمه به اندازه از 110 نشان دهنده برای اصابها، یعنی به مبلغ 7040 سومانی پیش بینی میکند. داستانی کل در شهر این پرونده گفت شهروند زردکشویف ایدیبک امیرخانویچ ساکن شهر وحدت جماعت دهات سیمیگنج دهه سر چنور پایان طبق توصیه‌نامه بخش دین تنظیم عنعنه و جشن و مراسم مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر وحدت میبایست توی دامادی پسرش را در سحنه 15 ینور سال 2022 از ساعت 9:00 تا ساعت 12:00 برگزار میکرد، اما معین کرده شده است که شهروند زردکشویف برخلاف طلبات ماده 14 قسم سیوم قانون جمهوری تاجیکستان برای تنظیم عنعنه و جشن و مراسم در جمهوری تاجیکستان عمل نموده، سحنه 15 ینور سال 2022 در خانه استقامتیش واقع در سراغه بالا ذکر شده توی دامادی پسرش را در وقت معین کرده شده آغاز نموده، مهلت دوامناکی مراسمش را از وقت معین کرده شده گذرانیده، توی را با اشتراک آوازخوانها و با دادن 2 نمود طعام برگزار نموده است. قانون تنظیم رسم و آیین که سال 2007 در تاجیکستان قبول کرده شده، سال 2017 طلبات آن باز هم شدیدتر کرده شد. از جمله قانونهای بحث برانگیز در این کشور به شمار می رود. مقامات میگویند قانون تنظیم امکان داد که اهالی خراجات بیهوده را برای معرکه های توی و خدایی کم کرده، پسندازهای خود را برای کارهای مهمتر چون ساختن خانه، تامین پول تحصیل فرزندان صرف کنند. اما حامیان حقوق میگویند قانون تنظیم برای دست دراز دخالت دولت در حریم حیات خصوصی مردم شرایط فراهم آورد و برخی بندهای آن به مثل منع دعوت دوستان به جشن زادروز یا محدود کردن شماره مهمانان و با مقامات موافقه کردن تعاملنامه توی و معرکه ها در زمان معاصر از یک طرف خنده آور می نماید و از طرف دیگر نقض روی راست حقوق انسانی ساکنان به شمار می رود.